أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران اعتقاد اهل سنت و الجماعه، اولا سلام خود را به یکایک شما رساندنی هستم و گفتنی هستم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و دوما میخواهم چند موضوع را به سمع شما برسانم که این موضوع ها تعلق به صحبت های ابو محمد مدنی تکفیری دارد. اولین موضوعی که میخواهم صحبت بکنم این درباره تحقیر پیامبر و صحابه از زبان تکفیری ابو محمد خبیث اسکندر می باشد. ابو محمد تکفیری مدنی را ما چند ردیه های علمی و ردیه های گلوگی رو دیگر جواب نیابنده دادیم که این خبیث پیشش بند شد، دیگر نتونست چیکار بکند، پس راه فرار را گرفت به دیگر طریقها، خواست که دیگرها را فریب بدهد و گویا که این ردیه داده است. چند ردیه به ما داد، اما چطوره که در عرف ما و شما میگویند پیسته پوچ اگر دهان کشاید شرمنده شود. ابو محمد جاهل این ردیه ها را داد، الله سبحانه و تعالی باز شرمنده ترش کرد که در داخل ردیه هایش پیامبر و صحابه را تحقیر کرد، اما این جاهل خودش بیخبر است از این تحقیری کردهش. برادرانم، چطور تحقیر کرد این خبیث پیامبر و صحابه را؟ ما این را ردیه دادیم درباره خطاخانیش. حال اون خیانت‌های علمیش را یک جانب بگذار، اون خیانت‌های کردگی است که در اون جواب ندارد، اما در خواندن عربی حتی غلط و خطا کی کرد. وقتی که براش بیان کردیم که ای ابو محمد تکفیری خبیثی مدنی، تو خواندن عربی رو بلد نیستی، این برای جواب دادن ما، برای مردم رو فریب دادن، تحقیر پیامبر کرد و در اینجا ذکر کرد در جوابش که پیامبر و صحابه هم خواندن نمیتوانست. این تحقیر پیامبر و صحابه است. چرا؟ زیرا اینکه ما همه میدونیم پیامبر امی بود، احتیاج به خواندن نداشت و یکی از فصیحان هست پیامبر صلی الله علیه و سلم. اما این گمنام، این تکفیری جاهلی الله ناترس نام پیامبر و صحابه را گرفت تا اینکه در پشت اون پنهان بشود و شما شنوندگان را فریب بدهد و شما شنوندگان را تدلیس بکند و شما شنوندگان را راضی بکناند که بله پیامبر هم خواندن نمیتوانست، بله پیامبر خواندن نمیتوانست، لیکن غلط نمیخواند. پیامبر احتیاج به خواندن نداشت، پیامبر غلط نمیخواند. این استدلال کرده این تکفیری در اینجا غلط و خطا می باشد. تحقیر در حق پیامبر صلی الله علیه و سلم است، زیرا اینکه جواب ما به این تکفیری این بود که تو خطا میخوانی. این نام پیامبر را آورد در اینجا. این تکفیری باید از این دو کار یک تشرابی کند، یا باید بگوید من در اینجا غلط نام پیامبر را آوردم که پیامبر خطا خوان و غلط خوان نیست، یا بگوید که من خطا کردم، تحقیر پیامبر و صحابه کردم و توبه به سوی الله بکند که الله سبحانه و تعالی این خبیث را ببخشد اگر که توبه صدقاً بکند. این دو کار باید یک تشرابه کند و الا این انسان در اینجا استدلال آوردهش تحقیر به پیامبر و به صحابه می باشد، زیرا اینکه ما درباره خواندن نمیتوانی صحبت نکرده بودیم، ما درباره خطا و غلط میخونی و خطا و غلط میفهمی بود. پس این استدلال آوردگیش باطل و تحقیر در حق پیامبر و صحابه است. و میخواهم باز یک علاوه دیگر در اینجا بکنم که ای ابو محمد مدنی تکفیری، تو که عربی رو غلط میخونی، خطا میخونی، در این شک شبهه نیست، جاهل هستی، اما اون دعوایی که داری که گویا که
کتاب های حدیث را، سنن سته را از یاد کرده ای و شرحایش را از یاد کرده ای و حفظ کرده ای، این دروغ محض است. تو اونها را حتی روکی خواندگی نیستی. چرا؟ زیرا اینکه نام های راوی ها را درست تلفظ کرده نمیتوانی. ابو نعیم اصبهانی را تو میگوی ابو نعیم، ابو نعیم نه، ابو نعیم، که این از راوی ها هست. یحیی ابن معین را میگوی یحیی ابن معین. ای گمراه جاهل، معین نه، معین. علی ابن مدینی را میگوی علی ابن مدنی. ای گمراه گمنام، مدینی، مدنی نه، مدینی. پس ببینید این انسان چنان گمراهی هست، چنان فریبگر و دروغ و شیطانی هست که مردم را میخواهد با این دروغش راضی بکناند که گویا که یکی از عالم ها و گویا که یکی از پیشوایان و گویا که یکی از خدمتگاران دین هست، اما در اصل یک جاهل، یک بیسواد. ابو مجلس رو ابو مجلس میگویی. ای گمراه، این از همین راوی ها است، در کتاب سنن سته آمدگی هستند. اینها را تا نام هاشون درست تلفظ کردن نمیتوانی، حال خواندن و حفظ کردن و فهمیدن و سوبی استاد. نام هاشون درست تلفظ کردن نمیتونی. نعیم نعیم میگویی، جاهل. معین را معین میگویی، بیسواد. مدینی را مدنی میگویی. ای گمراهی، ای مدینه نبود که مدنیش بگویی. ابو مجلس را ابو مجلس میگویی. ای بیسواد. و همچنین از این ده خطای بزرگتری تو در نام عالم ها این است که کتاب تمهید از ابو عمر یوسف ابن عبدالله ابن محمد ابن عبدالبر هست. تو یک بیسواد میگویی که کتاب از محمد ابن عبدالبر است. محمد ابن عبدالبر بابی صاحب کتاب می شود، نه اینکه صاحب کتاب. ای بیسواد، ای جاهل، ای گمراه، نه عالم ها را میشناسی، نه راوی ها را میشناسی، نه عربی را درست تلفظ کرده میتونی، نه اونقدر انسان امانت داری هستی که قول عالم ها را درست برسانی. از تو شاگردا چی باید بگیرن؟ غیر ای تکفیر کردن مسلمان ها باید شاگردا از تو چی بگیرن؟ ای گمراه، ای جاهل. یک بار بشین در خانه‌ات فکر کن، یک بار بشین، اگر که عقل داری یک بار بس فکر کن، تو در کدام ساحه درست به مردم میتونی خدمت کنی؟ نام عالما غلط، نام راویا غلط، عربی خوانید غلط، عبارت خوانید غلط، فهمیشت غلط. تو کدام کاری درست داری؟ که همون درست بگو، کدام کاری تو درست است؟ ای جاهل، ای بیسواد. این بود اولین صحبتی که ما برای شما رسانیدیم. و همچنین یک چیز دیگر را قید کردنی هستم که برای چی من خطاهای گراماتیکی و خطاهای نامهای عالم ها و راوی ها را برای این خبیث میرسانم؟ به خاطر آنکه این دعوای دکتراگی دارد. اگر طالب علم میشد، هر طالب علم خطا دارد، هر طالب علم غلط دارد، اما اون طالب علم اصلاح شونده است. لیکن این آقا دکتر اصلاح شدنی نیست، این تکفیری نمیخواهد اصلاح بشود. برای همین خاطر بنده خطاهایش را میگویم، شاید شاگردانش بفهمند که یک جاهل بیسواد را استاد قرار دادگی هستند. این موضوع اول بود و به همین خاطر بنده در این باب صحبت کردم. و موضوع دوم در بیا میگذاریم. موضوع دوم درباره شیخ‌های تکفیریش است. شیخ‌های تکفیریه که این خبیث نام میبرد در زبس‌هایش. پس یک دفتر روچکه را بگیرید، بنویسید این نام ها را. یکم خالد الغامدی، دوم علی الخضیر، سیوم عبدالعزیز طریفی، چهارم سلیمان العلوان، پنجم سلمان العوده، ششم احمد ابن حمود الخالدی. انا همین ها وقتی که میگد اینها شاگردی فلان کس است و شاگردی ابن باز است و نمیدونم رفیقی ابن باز است و همدرس ابن باز است، اینها همه دروغ و فریب و نیرنگ است. به شاگرد بودن عقیدت رنگ اون نمی شود، به همدرس بودن عقیدت رنگ ابن باز نمی شود. اینها از تکفیری های عرب می باشند. اینها را بشناسید. این خبیث یک تدلیس خوبه درباره ذکر کردن نام های عالم ها هم دارد. این را بدونید شما. اول نام های عالم های اهل سنت را میارد یک تا دو تا،
بعد نامهای تکفیری ها را میارد، با در آخر نامهای اهل سنت را میارد، عالمای اهل سنت را میارد. به خاطر مردم را فریب کردن، به خاطر مردم را گمراه کردن با یکی از استادان تکفیری دیگرش، عبدالله جربوع هست، جربوع، این هم یکی از تکفیری های کلان عرب هست. عالم های اهل سنت را نامهایش را برای چی میارد؟ به خاطر فریب دادن مردم فکر کنند که این خبیث از عالم های اهل سنت صحبت کرده است. اما برادران، شنوندگان محترم، متوجه باشید که این مدلس، این فریبگر، این شیطان شما را براه میبرد که اون راه پر از فتنه و نیرنگ است، اون راه پر از جدایی و پر از غم و اندوه است. از راه این خبیث هیچگاه پیروی نکنید و این خبیث را هیچگاه دنبال روی و درسایش را گوش نکنید که عاقبتتون شرمندگی دنیا و آخرت می شود. ببینید این استادهای تکفیریش را همچنین دقت بتید که شاید باز اکنون دیگر این تغییرتی را شروع بکند، زیرا اینکه این بسیار مدلس کلان است، بسیار فریبگر کلان است. هر عالمی را که از این میشنوید تحقیق کنید درباره‌اش که اون کی است. ابن باز، شیخ عثیمین، اینها از علمای اهل سنت و الجماعت است. اینها را نامهایش را میگیرد، بعدش با شروع میکند خالد غامدی و علی خدایر و عبدالعزیز طرایفی و سلیمان علوان و سلمان عوده و احمد ابن حمود و خالدی و جربع و قربع و پربع، یک دنیا دارن. اینها تکفیری های عرب هستند. از این حساب بسیار متوجه باشید برادران و شنوندگان محترم که در فریب این بدبختا نافتید. این هست دویم موضوع درباره شیخ‌های تکفیریش. اکنون میگذاریم به موضوع سیوم. موضوع سیوم این ابو محمد تکفیری جاهل باز چند خیانت‌های علمی دیگر در این ردیه‌هایش کردگی هست. برادران، این انسان اصلاح شونده نیست، نمیخواهد اصلاح شود. دیده ایستاده است که ما خیانت‌هایش را آشکار کرده ایستادیم، باز خیانت‌های دیگر میکند. ابن باز را باز تهمت دیگر در این ردیه‌هاش کردگی است. زیر آیت میگوید فلا و ربک لا یؤمنون، زیر این یک تهمت دیگر ابن باز را میزند. و همچنین خیانت دیگر در حق علامه محمد امین شنقیطی میکند. از کتاب اضواء البیان یا عباره را میخواند به مثلی که قول ابن عثیمین را کرده بود، جای در کاریش را گرفت و دوامش را نگرفت، انا همین کار در حق شنقیطی میکند. و همچنین در حق علامه ابن قیم رحمه الله از کتاب مدارج السالکین یک قول میارد، در اینجا هم همچنین خیانت میکند. جای در کاری را میگیرد، دوامش را که توضیح میدهد و دوامش که بیان کردن اصل واقعیت است او را نمیگیرد. این بسیار مدلس کلان شده است. پس طالب علمان یا ای شاگردهای ابو محمد تکفیری مدنی، بیایید من برای شما با دقت میگویم کجا را شما موردی تحقیق قرار بدهید. جواب دویمی که برای بنده دادگی است این خبیث، دقیقه 27 تقریبا دقیقه 27 رو ببینید، از محمد امین شنقیطی بیان میکند. از کتاب اضواء البیان گفته بیان میکند. همون کتاب رو در پیشتون بمونید، تماشا کنید این انسان بخواند تا کجا را میخواند. خیانتش را چطوره که من برای شما در ویدیوهای پیشینه در خیانت‌های علمیش بیان کردم، انا همونطور واضح شما میبینید. یا قسم سیمی در جوابهایش تقریبا در دقیقه 7 یا 6 از بعد از دقیقه 6 تقریبا دقیقه 7 شروع می شود. قول را از ابن قیم گویا بیان کرده ایستاده است از کتاب مدارج السالکین. ببینید چطور دوام قول را جایی که واضح کننده است او را چطور ترک میکند. این فقط همین کلمه را دوست می‌دارد، کافر، مرتد، مشرک. همین کلمه را در هر کتاب دیافت انا همونجاش میخونه، خلاص دوامش را نمیخونه که اون مشرک کی است، اون کافر کی است، اون مرتد کی است، این را نمیخوند. این مدلس شیطان فقط از کتاب‌های اهل سنت فقط کلمه مرتد، مشرک، کافر را میکوبد، دیگه چیزا کار ندارد. این دیگه نمیگه که شرطش چیه، شروطش چیه یا کی را گفته ایستاده است. در این باره تماما معلومات هم ندارد و نمیخواهد که معلومات بگیرد. پس این خیانت‌های علمیش باز در این کتاب‌ها است. و اون 4 خیانتی که کردگی بود بیانش کردیم، او رو اگر تا قیامت بزند اصلاح کردن نمیتواند، یعنی که بیان کردن نمیتواند که ابن باز یا شیخ عثیمین به مثل گفته این قول را گفتگی باشد،
یکم مسئله. و دویم مسئله اصلاح شدنی نیست که ببینید ما ردیه علمی با فکت و دلیل و با نشان دادن کتابا و قولا برای شما پیشکش کردیم، باز خسته با خیانت کردیسه، باز خسته باز تلبیس کردیسه. این دلالت به این میکنه که این پیروی شیطان اصلاح شدنی نیست. ای شنوندگان محترم، این اصلاح شدنی نیست. این لایقی گوش کردن شما و وقتتون صرف کردن به این نیست. این را وقتای عزیزتون رو با این گمراه نگذرانید. ببینید از هر جهت دیگه کنید که این خائن است، از زبان عربی هم، از تلفظ هم، از رساندن قول عالم ها هم، از هر جهت ببینید این انسان خائن است. از این حساب انسانی خائن، از انسانی خائن علم گرفتن جایز و درست نیست. این انسان لایقی صرف کردن وقتای شما نمی باشد. این هست سیوم موضوعی که خواستم به سمع شما برسانم. چهارم موضوعی که میخواهم به سمع شما برسانم این دروغ ها و تناقضات در سخنهای ابو محمد مدنی هست. ببینید در مدت یک هفته، حال زیاد نشد اصلا، یک هفته، در مدت یک هفته یک بار مرا گفت شاگردی فلان فلان عالم ها هستی، باز از قولش گشت. باز یک بار دیگر بنده را حکم به تکفیر کرد. جهمی غلات گفت، جهمی غلات که کافر است، تکفیرم کرد. باز یک بار دیگر میگد از طالب علمان اهل سنت هستی. بالای این در یک جای دیگر میگد تو ازهر خوندگی هستی، مدرسه ازهر را. در یک جای دیگر میگد تو خوندگی نیستی. ببین در مدت یک هفته چه خیلی بازی میکند. این انسان یک قول ندارد. ای طالب علمان، ای شنوندگان محترم، ای شاگردان ابو محمد خبیث مدنی، این انسان یک قول ندارد، بازی میکند در بین قولها. هر کسی چیزی براش برساند بدون تحقیق، بدون آنه که اون را دقت بتید و آن را اهمیت بتید، برای شما گفتن میگیرد. چطوری که در اینها شما میبینید. و همچنین یک دلیل واضحتر همین است که 2 ثبت که با بنده کردگی است، تلفنم کرده بود، با بنده صحبت کردگی بود. شما همون ثبت را گوش کنید با دقت. این موشی مرده در آوزده است. وقتی که من تلفن کرد با تلفن صحبت میکرد، یک موشی در آوزده بود، گپ زده نمیتونست، زبانش میگرفت. اما در پشت اینترنت میرود، در حالت ضبط کردن میشود، پس دیگر به مثل همون سگی جکاک برین هر چیزی که از دانش ببروه میگد، هر کسی که هر خبری را براش برساند میگوید. تهمت برای را فرق داره که او تهمت است، دروغ است. این در روز قیامت جوابگری دارد. این انسان از حدیثهای پیامبر بیخبر است که انسان دروغگوترین انسان همون کسی است که هر چیزی که را میشنود در هر جا نقل میکند. این دیگر کذاب، دروغگو، شیطان، مدلس، خائن، همه چیز هست. با طبق حدیث و با طبق قول عالما و با طبق فرموده بزرگان بگیریم همه چیز، حتی طاغوت هم هست. این انسان طاغوت خودی همین ابو محمد مدنی است. چرا؟ زیرا که ندانسته گپ میزنه، بدون علم گپ زدن خودش یکی از طاغوت ها هست. ابو محمد تکفیری مدنی خود طاغوت است. پس شما کی را پیروی میکنید؟ مردم را خطاب میکنید که شما طاغوت پرست هستید. پس ای شاگردای ابو محمد مدنی، پس شما چی پرست هستید؟ آیا این ابو محمد تکفیری طاغوت نیست؟ طاغوت است. از الله بترسید ای مسلمانان، از الله بترسید. وقتی عزیزتون رو ببینید که به کجا صرف میکنید. این عمر دیگر بازگشتنی نیست. این عمر یک بار هست. در یک راه صرف کنید که شما را به رازگی الله برساند. در یک راه صرف کنید که شما آینده خوش و خوشحال گردید، نه اینکه با یک تکفیری خبیثی خائن، با یک دروغگوی کذاب شیطان از دنبالش بروید، در آخر شرمنده و خوار و ذلیل گردید. پس این بود نصیحت های بنده و گفته های بنده در این باب. و خلاصه من این هست که این ابو محمد مدنی تکفیری لایق بحث و مناظره نیست. پس ای برادران و دوستان، ای شنوندگان، طالب علمان، با این تکفیری هر وقت که بحث کردید شما قولش تحقیق کنید، زیرا که شیطان دروغگو میبافد. در هر عالم قولش در قول میبافد. برای همین خاطر هر قولی که از عالم گپ میزند شما قولی را تحقیق کنید. شما قولی را رفته از همون کتابی گفتگیش پیدا بکنید که چی میگوید، زیرا که این انسان دیگر باوری نیست. این انسان دیگر قولش قبول نیست. این انسان دیگر قولش لایق و سزاواری قبول کردن نیست. از این حساب
قول این را هر طالب علمی که میشنوید مورد تحقیق قرار بدید، ببینید که تا کجا این راست میگوید، زیرا که این انسان دیگر دروغگو و شیطان و ابلیس شدگی است. پس این هست جواب من و خلاصه من درباره این تکفیری. و همچنین برای کسانی که بنده را میشنوند، من برای شما گفتنی هستم ای شنوندگان محترم، وقتای خود را ضایع کرده با این تکفیری خبیث نگذرانید. از الله بترسید که الله تبارک و تعالی در روز قیامت از این وقتاتون شما را سوال میکند که در کجا صرف کردید و چی فایده به دست آوردید. پس اگر با این تکفیری خائن صرف کرده باشید، وای به حالتون که در نزد الله چی جواب میگوید که اکنون دیگر حالا به شما حجت رسید، دلیل رسید، شما فهمیدید که این یک خائن و یک شیطان و یک دروغگو بوده است. و همچنین من گفتنی هستم که این ابو محمد مدنی رو از این به بعد شاگرداش یک جانب بمان، شاگرداش بدون شک و شبهه دیگر این را قبولی 100% ندارن، زیرا که فهمیدن که یک خائن بوده است. من باور دارم که نزدیکترین شخصا با این نزدیکترین شخصاش دیگر این را در مسئله علم قبول نمی کند، در مسئله دینی قبول نمی کنند، میروند خودشان جستجو میکنند و میروند خودشان تحقیق میکنند، میبینند که این کذاب ابلیس خائن درست گفته است یا نه. زیرا اینکه دیگر برای همه آشکار و عیان شد و همه مردم و کسانی که حق را میخواستند الحمدلله براشان رسانیدیم. و این بود امانتداری علمی که این خبیث را من برای شما شناس بکنم، این خبیث را من به شما شناس بکنم تا اینکه این تکفیری خبیث را شما بشناسید. اکنون قضاوت به دست خود شماست. میخواهید با ما باشید، با اهل سنت و الجماعت، میخواهید با تکفیری ها و با خوارج و با خائن ها و شیطان ها باشید. اکنون دیگر اختیار به دست خود شماست. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.